ستون حالتون چطوره؟ امروز اومدم با خبرهای جدید جی تی ای وی آر. اگه گیمری این ویدیو رو رد نکن. خبری از انتشار بازی جی تی ای 6 روی پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان نیست، ولی باید بدونی پلی استیشن 5 و ایکس باکس سری ایکس پلتفرم‌های هدف این بازی هستند. به تخمم. حدود 7 سال پیش یکی از کارمندای راکستار به صورت تصادفی صحنه‌ای از لیبرتی سیتی رو توی پروفایل خودش قرار داد، اما این صحنه فقط برای تست استفاده شده بود. شایعه‌های دیگه هم هست که میگه جی تی ای 6 برای اولین بار تو چند شهر متفاوت جریان داره که بعضی از این شهرها حتی خارج آمریکان. امیدوارم یکی از شهرهاش کرمان باشه تا بتونیم بریم عیادت حاج قاسم. جالبه که یکی از شخصیت‌های اصلی بازی زنه. یکی از ادعاهای قابل توجه توسط تام هندرسون تو تابستون سال 1400 مطرح شد. به طبق اون راکستار تو سال 2024 یا 2025 میلادی این اثر رو عرضه میکنه.